سرخط خبرهای مهم. جریمه بندی خش سوره قاسیمова برای فاتحه تویی با دبدبه. در جایهای جمعیتی نماز نخوانند و با زبان مادری خود صحبت نکنند. بنیاد راه آهن میان ناحیه اسپیتامن و شهرهای استراشن و استقلال. روزتان بخیر باد بیننده های عزیز. امیدوارم خوبید. دوام چند لحظه بعدی شما رو با خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. امروز سه‌شنبه 16 ایول. آژانس فدرالی روسیه در امور ملی برای مهاجران کوری از آسیای مرکزی دوره آموزشی نوی مطابق شوی را تهیه کرده است. آن معروضه 70 دقیقگی را در بر میگیرد که برای شهروندان خارجی درباره قانونگذاری مهنت و مهاجرت روسیه معلومات ضروری را پیشنهاد می‌کند. به اطلاع کامرسانت آموزش به 4 بخش جدا کرده شده است. در بخش اول به مهاجران درباره ورود و بود و باش در روسیه، قاعده دریافت پتنت، قرارداد کاری و امکان دریافت شهروندی روسیه بر عوض خدمت در صف ارتش این کشور معلومات داده شده است. در بخش اساسهای رفتار غیر رسمی از مهاجران خواسته شده است طوری رفتار کنند که در روسیه قابل قبول است. آنها باید زبان روسی را دانند و هنگام معاشرت بیگانگان را برات و سیستره خطاب نکنند. همچنین توصیه داده می شود که با راهگذران و در نزد دیگران با زبانهای مادری خود صحبت نکنند. مناسبت با دین و مذهب و مراسم‌های دینی که در آن نماز هم آورده شده است در مظهر عام یا نزد همه نمایش و انجام ندهند. بحث سوم با مجازات خارجی ها برای نقض قانونگذاری روسیه از جمله قانون‌های مهاجرت بخشیده شده است. در این بخش از مهاجران دعوت شده است که در تظاهرات و گردهمایی‌ها و فعالیت‌های افراط‌گرایی و تومگرایی اشتراک نکنند. در بخش چهارم درباره تاریخ مناسبت‌های روسیه و کشورهای آسیای مرکزی معلومات داده شده است. رئیست کارهای داخلی در شهر دوشنبه از یک حالت دیگری نقض قانون درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع روز 13 ایول شهروند شیرینزاده رجبعلی کمال بر خلاف طلبات قانونگذاری عمل نموده در منزل استقامتیش به مناسبت اولیدارشوی دخترش معرکه فاتحه تویی با اشتراک خویش و تبران و تقدیم تحفه ها برگزار نموده است که با این کردارش طلبات ماده 12 قسم 2 قانون درباره تنظیم را دغلانه ویران کرده است. بندی مذکور 8640 سومانی جریمه پیش بینی کرده است. همچنین به نوشته سامانه رئیست از جانب خویشاوندان صاحب معرکه با مقصد خودنمایی رفتی برگزاری فاتحه توی به نوار گرفته شده طریق شبکه‌های اجتماعی نشر کرده شده است که این عملی آنها باعث ایراد و واکنش‌های منفی شهروندان گردید. وابسته به حالت مذکور نسبت شیرینزاده رجبعلی پروتکل مأموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به سود ارسال کرده شده است. در همین حال کاربران شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که این مراسم فاتحه نبیره سوره قاسیمова سراینده تاجیک بوده است. عکس و نوارهایی که رئیست کارهای داخلی در صفحه خود گذاشته است با نوارهایی که شبنم و فرزانه و نزدیکانشان نشر کردند مانند است و آنجا این هنرمندان نیز دیده می شوند. نظر شیرینزاده رجبعلی تا هنوز به این قضیه دسترس نیست. از آوازخوان‌های تاجیک هم نام برده نشده است. حزب اتحادیه ملی راستگرای فرانسه که در دور قبلی انتخابات پارلمانی این کشور پیش صف بود در آوازدهی روز 7 ایول بعد از جبهه مرکزگرا و چپگرا در جای سوم قرار گرفت و نتوانست اکثریت کرسی‌های پارلمان را برنده شود. باخت این حزب که با سیاست ضد مهاجرتش معروف است پناهنده‌های افغان را در فرانسه خوشحال کرده است. گزارش نوبتی در این باره است. شادی شکیبا داوود پناهجوی افغان در فرانسه بعد اعلان نتیجه انتخابات پارلمانی او و هزاران نفر شام یکشنبه شکست حزب اتحاد ملی را جشن گرفتند. حزبی که با سیاست مهاجر بدبینیش معروف است. نتیجه های انتخابات مرا خیلی شاد کرد زیرا ما تمام روز در تشویش و نگرانی بودیم. خیلی خرسندم. این انتخاب بین مرگ و زندگی بود. شکیبا 16 سال پیش در پی خشونت و ناآرامی ها از افغانستان به فرانسه فرار کرد. اینکه حزب راستگرای افراطی نتوانست اکثریت کرسی های پارلمان را برنده شود برای شکیبا حس آرامش و امنیت داده است. این حزب ضد پیوستن اعضای خانواده مهاجران در فرانسه بود و میخواست این برنامه را که محض بر اساس آن مادر، خواهر و برادران شکیبا با او در فرانسه پیوندند
بکار کند. طالبان در افغانستان قانون‌های ضد بشری را عملی کردند و حقوق زنان را پایمال می‌کنند. به صاحب شدن به اکثر کرسی‌های پارلمان فرانسه، حزب اتحاد ملی یا راستگرا نمی‌تواند برنامه‌های جنجالی خود را عملی کند. از جمله برنامه ارائه کمک‌های اجتماعی تنها به شهروندان فرانسه را که منعقدان آن را خلاف قانون می‌دانند. قیس رحمانی حامی حقوق مهاجران در فرانسه است. او از جمله از حقوق نزدیک به 200,000 پناهجوی افغان در این کشور حمایت می‌کند. میگوید سیاست منع پیشنهاد خدمات اجتماعی به مهاجران غیر قانونی است. انتخابات در فرانسه در شرایط پرتنش و تشویش آور گذشت. صاحبان برخی از مغازه‌ها از ترس اعتراض‌های خشونت‌آمیز در و ترازه‌های شیشگی خود را بستند. برای پیشگیری از آشوب تقریباً 30,000 پلیس در تمام فرانسه سفربر شد. در نهایت حضور شمار زیادی رای دهندگان باعث شد که ائتلاف حزب‌های چپگرای جبهه مردمی نو صاحب کرسی‌های بیشتر در پارلمان شود. هرچند نتوانست از حزب مرکزگرایی پرزیدنت ماکرون پیش گذرد. وضعیت سیاسی از هر زمان دیگر پیچیده‌تر و نوروشن شده است. با پارلمانی تقسیم شده معلوم نیست که فرانسه چگونه یک حکومت فعال را تشکیل می‌کند. اما در گمان است که این به سیاست خارجی کشور تاثیر گذارد. در نهایت حضور شمار زیادی رای دهندگان باعث شد که ائتلاف حزب‌های چپگرای جبهه مردمی نو صاحب کرسی‌های بیشتر در پارلمان شود. با این حال اگرچه نتیجه انتخابات در سیاست خارجی فرانسه کمتر تاثیر خواهد گذاشت، اما حالا این برای بسیاری ها مهم است که حزب اتحاد ملی نمیتواند سیاست ضد مهاجرتی خود را عملی کند. شرکت راه آهن قزاقستان کازاخستان تمیر خبر داد که در 3 مسیر دیگر استان سمی، اقتپ الماتو و الماتو چیمکند حرکت واگن‌های زنانه راه اندازی شده است. همین طریق تعدادی مسیرهای دارای واگن‌هایی که در آنها تنها زنان و کودکان می‌توانند سفر کنند به 11 رسیده است. شرکت میگوید مشتریان بلیطی واگن‌های زنانه می‌افزاید. بلیط واگن‌های زنانه تنها به بانوان فروخته می‌شود. پسران تا 7 ساله می‌توانند همراه مادرانشان در این واگن‌ها سفر کنند. در واگن‌های مذکور راهبلدان زنانند آمده است در اطلاعیه شرکت. حرکت واگن‌های زنانه در قزاقستان بار نخست سال 2021 راه اندازی شده بود. شرکت میگوید هدف از این اقدام آن است که مسافران زن راحت سفر کنند. در ولایت سوخت میان ناحیه اسپیتامن و شهر استرافشان و ناحیه اسپیتامن و شهر استقلال راه آهن بنیاد می شود. در این مورد خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت خبر داده است. به اطلاع منبع بنیاد راه آهن میان این شهر و ناحیه ها هنگام ملاقات رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت و گروه متخصصان چینی با راهبری چن خی پرزیدنت انستیتوت علمی و مهندسی و تحقیقاتی شهر پکین بررسی گردیده است. به اطلاع نهاد در حوزه عمومی راه آهن میان شهرهای استرافشان و استقلال با ناحیه اسپیتامن 171 کیلومتر بوده در نظر است پس از آموزش و تحلیل بنیاد آن آغاز گردد. اما دقیق نیست که نتیجه آموزش و تحلیل برای بنیاد راه آهن کی نهایی و بنیاد آن کی آغاز می شود. در بخش یک روز تاریخی رامان بخوازاده از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد. 16 ایول سال 2020 دادستانی ولایت ختلان گفت 10 ساکنین ناحیه خراسان را برای به اجازه دست به اعتراض زدن جزا دادند. این در حالی بود که مردمی در پی آفت‌های طبیعی و سیل خانه و در خود را از دست داده از نبود کمک مقامات به نشان اعتراض راهی باختر دوشنبه را بستند. مقامات میگویند اعتراض و تجمع بدون اجازه منع است.
16 ایول سال 2009 رئیس بانک ملی تاجیکستان شریف رحیمزاده در جریان نشست مطبوعاتی از سهم مهاجران در چرخش اقتصاد کشور گفت. به قول رحیمزاده با وجود بحران اقتصادی، مهاجران کاری همانا اقتصاد تاجیکستان را از راه ارسال مبلغها دستگیری می‌کنند. سالهای آخر مقامات از نقش مهاجران در انتقال‌های پولی آشکار صحبت نمی‌کنند. 16 ایول سال 2019 انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا از تأسیس جایزه بین‌المللی فیض نسا واحدова خبر داد. به گفته مسئولین انجمن این جایزه در وزارت عدلیه لیتوا ثبت نام شده است و به افراد و سازمان‌ها در بخش دفاع از حقوق بشر داده می شود. حقوقشناس فیض نسا واحدова که با پرونده‌های پر سر و صدای سیاسی سر و کار داشت، ینوری سال 2019 درگذشت. صبح امروز بانک ملی ارزش اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل برابر است به 120 سومانی، 100 یورو به 1165 سومانی و 100 دلار 1067 سومانی عوض کرده می شود. بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامداد رو تماشا کردید. فردا در همین وقت و ساعت شما را انتظاریم. خدا نگهدار.